خدایا این دیگه چرا اینجوری رفتار میکنه؟ اصلا چرا همچین آدمایی تو جامعه هستن؟ اصلا با این طرز رفتار مگه کسی قبولش میکنه؟ اگه یه همچین سوالایی حالا برات پیش اومده در مورد بعضی آدما، دیدن این ویدیو میتونه بهت کمک کنه تا جوابشو پیدا کنی. چرا بعضی وقتا ما یه سری رفتارهایی میکنیم که برای خودمونم عجیبه، ولی این رفتار باقی میمونه، به این راحتی هضم نمیشه. چرا بعضی از آدم‌ها یه سری رفتارهای خیلی آزاردهنده برای دیگران انجام میدن، اما نه تنها تو زندگی فردیشون هیچ وقت تغییر نمیکنن، در طول تاریخ هم همیشه این آدما و این رفتارهای عجیب غریبشون بوده. حالا از جرم و جنایت و دزدی و قتل و اینا بگید تا بقیه چیزی که ما خوشمون نمیاد. یا چرا از اون ور بعضی آدما خیلی مهربونن، خیلی به بقیه کمک میکنن و اونم به نظر میرسه خب یه وقتایی براشون مفید نیست، ولی همچنان اون رفتار رو ادامه میدن. با نظریه بازی‌ها میشه بیایم ما یه سری افراد رو انگار شبیه سازی کنیم، اخلاقیاتشون رو و نحوه بازیشون رو، و اجازه بدیم که اینا تو محیط شبیه سازی با هم بازی کنن. حالا تعداد حرکات رو من روی 200 بار تنظیم کردم تا بشه یه مثلا میانگین خوبی گرفت، چون توی تعداد حرکات کم ممکنه نتیجه درستی نرسیم. بعد هر وقت که این آدما با هم بازی میکنن یه امتیاز به هر کدومشون میده بر اساس استراتژیی که داشتن. حالا میریم اجرا کنیم، ادامه توضیحات رو بعد از اجرای بازی. خب حالا مثلا ما اول میایم یه آدم بخشنده مهربان، خب، که روش بازی کردنش چجوریه؟ اینکه با همکاری شروع میکنه. اگر حریفش بهش خیانت کنه یک دست تلافی میکنه، اما دست بعدش باز دوباره میبخشه طرفو. خب آدم ایجنت دوممونم بی‌اعتماد فرصت طلبه، با خیانت شروع میکنه. اگر حریف خیانت کنه دو دست برای جلب اعتماد همکاری میکنه، سپس دوباره خیانت. حالا این دوتا آدم اگه با هم مواجه بشن و بخوان با هم تعامل کنن، نتیجه تعاملشون چی میشه؟ کدوم بیشتر سود میبره، کدوم کمتر؟ خب این در لحظه کامپیوتر اینو محاسبه میکنه. امتیاز آدم بخشنده مهربان بعد از 200 بار تعامل با اه، آدم بی‌اعتماد فرصت طلب میشه 350، در صورتی که بی‌اعتماد فرصت طلب 600 امتیاز میگیره. خب آدم بخشنده مهربان 150 بار اه، میتونه همکاری کنه و 50 بارم خیانت میکنه در جواب خیانت هایی که طرف مقابلش کرده، اما بی‌اعتماده 100 بار خیانت میکنه و 100 بارم همکاری. خب حالا امتیازهایی که اه، تو هر تعامل گرفتن اینجا مشخص شد. توی قدم اول، بازی اول، بخشنده مهربان شروع میکنه به همکاری، چون دیفالتش اینه که من با همکاری شروع کنم، و طرف مقابلش عدم همکاری انتخاب میکنه، چون اون باز دوباره دیفالتش اینه که من با عدم همکاری شروع میکنم. خب وقتی این حالت پیش میاد، شما هم پیشنهاد همکاری بدی و طرف مقابل همکاری تو رد کنه، 5 امتیاز برای تو، چون تو سود کردی، سرشو کلاه گذاشتی. خب حالا تو قدم دوم، وقتی که بخشنده مهربان دیده طرف مقابلش حافظه داره، دیده که قدم قبلی و عدم همکاری داشته، وقتی عدم همکاری طرف مقابلش رو دیده، تو قدم بعدی میاد تلافی میکنه، اینم عدم همکاری میکنه. اون طرف مقابلم که کلا بناش بر عدم همکاری بوده، خب دوباره عدم همکاری میکنه و با حافظه این که طرف مقابلش دفعه پیش همکاری کرده، پس میشه سرش رو کلاه گذاشت. اما این دفعه وقتی هر دو عدم همکاری رو انتخاب کنن، به هر کدومشون یه امتیاز میده، چون کسی نتونسته سر طرف مقابلش رو کلاه بذاره، اما از طرفی خب با هم انگار سرشون کلاه نرفته و همین برای همین یه امتیاز میگیرن. خب و اینکه با امتیاز صفر خیلی فرقی هم نداره دیگه، چون نسبت به هم دیگه مزیتی پیدا نمی‌کنه. بعد حالت بعدی اینه که آدم بخشنده مهربان تو قانونش این بود که یه بار تلافی کنه، دوباره قطعا همکاری کنه. خب اینجا وقتی که این همکاری میکنه، این طرف بخشنده مهربان که با خاطر که دفعه قبل آدم همکاری کرد همکاری میکنه، اما بی‌اعتمادم تو برنامهش نوشتیم که اگر عدم همکاری طرف مقابله ببینه، برای اینکه دوباره اعتمادش رو جلب کنه و بتونه بعدا دوباره سرش کلاه بذاره، باهاش دو حرکت همکاری میکنه. خب اینا شروع میکنن به همکاری تا دو حرکت. وقتی همکاری میکنن هر کدومشون 3 امتیاز میگیرن.
خب امتیاز بالاتری از عدم همکاریه و خب به نفع هر دوشونه نسبت به حالت عدم همکاری. ولی کسی نمیتونه نسبت به طرف مقابلش مزیتی کسب کنه توی این حالت، تو حالت هر دو نفر همکاری کنه. اما بی‌اعتماد فرصت طلب تو حرکت پنجم، چون باز دوباره اعتماد اون طرف مقابلش رو جلب کرده و دو تا همکاری تو حافظش داره که این با هم انجام بده تو حرکت پیشین، شروع میکنه به عدم همکاری. عدم همکاری که اتفاق میفته 5 امتیاز مثبت میگیره و طرف مقابلش که همکاری کرده سرش کلاه میره و هیچ امتیازی نمیگیره. و خب دیگه همین مسیر دوباره تکرار میشه، چون آدم بخشنده مهربان عدم همکاری رو دید، میاد تلافی میکنه اینجا تو حرکت 6 و بعد باز دوباره توی بی‌اعتماد و فرصت که دید که این عدم همکاری کرده، دوباره شروع میکنه به همکاری توی دو دست و این الگو همینجوری ادامه پیدا میکنه تا حرکت 200. حالا در مجموع این کسی که بخشنده مهربان بوده و اگر طرف مقابلش باهاش همکاری میکرده، میبینیم که همکاری ادامه میداده، در مجموع امتیاز کمتری گرفته و اون بی‌اعتماد آدمی که بی اخلاق بوده امتیاز بیشتری، تقریبا 2 برابر اون امتیاز به دست آورده. حالا میایم حالتهای مختلفش رو بررسی کنیم، ببینیم بخشنده مهربان اگر با یه بخشنده مهربان دیگه بازی کنه چه اتفاقی میفته. خب اینجا می‌بینیم در لحظه امتیازها محاسبه میشه، چون هر دوشون با همکاری شروع میکنن و جواب همکاری رو دوباره با همکاری میدن، تا حرکت آخر دائما با هم دیگه همکاری کرد و خب اینجا هر دو 600 امتیاز گرفتن. یعنی تو حالت پیش و اون فرصت طلبه فکر کنم 600 امتیاز داشت و اون طرف مقابل 350، اما اینجا برنده برنده است بازی، هر دوشون سود کردن. یعنی ولی اون مثلا طرف مقابل بخشنده مهربان ضرر نکرده، ولی بخشنده مهربان اینجا نتیجه بهتری گرفته. حالا یه مقابله به مثلی با بخشنده مهربان بازی کنه، اینجا هم همینه، چون طرف مقابله به مثلی بخشنده مهربانه، بخشنده مهربان که همیشه با همکاری شروع میکنه. مقابله به مثل هم همون رفتار رو اونو میخواد کپی کنه، خب پس همیشه قراره با هم همکاری کنه و نتیجه خیلی خوبی به دست بیاره. حالا یه مقابله مثلی باز با یه مقابله به مثل بازی کنه، اینم همین، هر دوشون چون همش با هم این کارو میکنه. حالا یه کلاهبردار، کسی که تحت هیچ شرایطی همکاری نمیکنه و همیشه خیانت میکنه، کلا میخواد عدم همکاری رو انتخاب کنه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ امتیازها به شدت افت میکنه. کلاهبردار ولی یه ذره، یه کوچولو از اون مقابله به مثل بیشتر داره. چرا؟ چون تو همون حرکات اول تونسته یه مزیتی کسب کنه، همین 5 امتیاز اول که اون طرف همکاری رو شروع کرده مقابله به مثله، وقتی هیچ اتفاقی از قبل نمیدونسته این آدم چه جور آدمیه، چه کار میکنه. خب اول با حسن نیت شروع کرده ارتباطشو با این عامل، اما همون اول 5 امتیاز عقب افتاده، سریع فهمیده که این آدم قرار نیست با من همکاری کنه، من مقابله مثل میکنم، مگه اینکه رفتارشو تغییر بده. مقابله مثل میکنه ولی وقتی میبینه اون طرف رفتارشو تغییر نمیده، تا آخر همین طور ادامه میده. حالا چه مزیتی داره اینی که کلاهبردار همیشه خائن اه، نتونست خیلی سرشو کلاه بذاره، ولی باز عیبش هم اینه که اه، امتیازش خب کم شده، ولی خب نمیتونست کار دیگه بکنه، چون اینجا کلاهبردار همیشه خائن در نهایت باعث میشد که امتیاز اون به شدت اه، افت کنه. خب مثلا حالا میایم اینجا ساده لوحو میذاریم، یه آدمی که کلا تحت هیچ شرایطی حاضر نیست از همکاری دست بکشه، خب با مقابله به مثل کار میکنه. خب اینجا هم همینه، چون اون آدمی که مقابله به مثل میکنه اصلا انگیزه برای اینکه سوء استفاده کنه از این روحیه ساده لوح نداره. حالا اگه ساده لوح بیاد با کینه ابدی کار کنه چی میشه؟ اینجام 600. چون ساده‌لوح همیشه همکاری رو انتخاب کنه و کینه‌ای هم فقط در جواب خیانته که نمیبخشه. پس اینا هم همکاری خیلی خوبی میتونن با هم داشته باشن. اما ساده‌لوح با کلاهبردار، خودتون فکر کنید ببینید چه پیش بینی دارین از این رابطه. اینجاست که ماجرا خیلی جالب میشه. اون ساده‌لوحی که همیشه تو هر شرایطی میخواد همکاری کنه، اینجا دیگه حتی همون حداقل امتیاز هم به دست نمیاره و کاملا و در حقش خیانت میشه. اون کلاهبرداره تمام امتیازها رو برای خودش میگیره، در جواب هر همکاری عدم همکاری رو انتخاب میکنه.
و خب تا همینجا یه استوپ بزنیم توضیح بدم که چی شد و خیلی از اتفاقاتی که برای ما میفته، خیلی احساساتی که بهمون دست میده و تو روابطمون، مثلا کسایی که میگن من همیشه صدمو میذارم، من همیشه همه کار برای طرف مقابلم میکنم ولی نتیجه نمیگیرم، خیلی وقت این اتفاق براشون میفته. حالا از بدشانسی به این کلاهبردارا اه، کارشون برمیخوره که اون کاملا سوء استفاده میکنه از اون رابطه. اما اینکه چرا اصلا اون آدم به این راه و روش رسیده، میتونه دلیلش این باشه که خب اون ساده لوحیه تو رابطه با خیلی از آدما مثل بخشنده مهربان خب نتیجه میده. یعنی همیشه طرف داشته تا اون موقع، تا یه زمانی تو زندگیش، یا تو حداقل مثلا تو محیط اولیه‌ای که بوده، اه، توی خانواده‌ای که بوده، همه بخشنده بودن، همه آدمای با اعتمادی بودن و اصلا تصور اینو نداشتن که میشه کسی سرمون کلاه بذاره و خب این تو این فضا مثلا رشد پیدا کرده. اما وقتی میاد توی محیط بزرگتر، توی جامعه، اونجا اصلا آماده نیست برای مقابله با کسایی که اصلا مثل خودش نیستن و به راحتی میتونن ازش سوء استفاده کنن. و باز این که چی میشه آدمای کلاهبردار به کلاهبردار بودنشون ادامه میدن، هم قضیهش همینه. اونم خیلی جالب اینجا مشخص میشه. کلاهبرداره با اینکه آدم بدیه و مثلا سر بقیه کلاه میذاره. البته اینکه آدم بدی خیلی مهم نیست، چون مثلا اینجا تو بازی میخوایم این ارزش گذاری رو بذاریم کنار و فقط بتونیم بفهمیم که اه، چطور این ادامه پیدا میکنه. آدمایی که مثل بخشنده، مثل آدمای ساده‌لوح مخصوصا، اینها همیشه یه میزانی از موفقیت برای آدم کلاهبردار ایجاد میکنن و تازه آدم کلاهبردار هم دنبال اینجور آدما میگرده، یعنی دنبال ساده‌لوح‌ها، دنبال آدم بخشنده تا بتونه ازشون سوء استفاده کنه و این باعث میشه که یه موفقیتی همیشه داشته باشه و خب برای همین هم حذف نشه از جامعه. تو خیلی وقتا می‌بینی مثلا اگر کلاهبردار بتونه درست آدمای ساده‌لوح رو پیدا کنه، خب امتیاز خیلی بالایی میگیره توی هر فعالیتی که وارد بشه. حالا دیگه تو اقتصاد شما می‌بینید کلاهبرداری، ببینید تو روابط کلاهبرداری رو میشه مصداق‌هاش رو پیدا کرد و خب برای اون فرد خیلی انگار مزیت ایجاد میکنه کلاهبردار بودن. حالا اون بخشنده مهربان بودن، اون که همکاری کردن، یا از اون بهتر مثلا مقابله به مثل کردن، چه مزیتایی داره؟ مقابله به مثل اه، خوبیش اینه که وقتی که با کلاهبردار مواجه میشه، اولا که سود زیادی برای کلاهبردار ایجاد نمیکنه، خب این خیلی مهمه، و اینکه خودش هم یه حداقل امتیازی میگیره تقریبا اندازه خود همون کلاهبرداره. خب حالا این چه معنی داره؟ اول اینکه سود زیادی برای کلاهبردار ایجاد نمیکنه، انگیزه کلاهبردار رو برای اینکه دوباره بیاد وارد تعامل بشه با این آدم کم. حالا این خیلی برامون میتونه تبیین کنه خیلی چیزا. خیلی وقتا این آدمایی که خیلی به نظر خوبن، آدمای مهربونن، ولی خیلی به این مقابله به مثل اعتقاد دارن. من برای خود من همیشه سوال بود چرا یه آدمی که مثلا فکر می‌کنی ذاتش خیلی خوبه، به انسان‌ها خیلی علاقه داره و اینا، چرا نمیگذره از یه سری چیزا تا تلافی نکنه؟ الان احساس میکنم که دلیلش اینه که خیلی ساده است. به خاطر اینکه اگر اون کارو بکنه، باعث میشه که آدم کلاهبردار ازش سوء استفاده کنه و در نهایت آسیب ببینه و اه، اینکه اصلا بیشتر دور و برش اینجور آدم‌ها جمع بشن، در صورتی که با این استراتژی باعث میشه نه تنها آسیب نبینه، اولا که و ثانیاً اینکه آدمای کلاهبردار رو از خودش دور میکنه و این خب خیلی خوبه. و این استراتژی نقطه قوت دیگه از کجاست؟ اینه که با آدمای بخشنده مهربان مثلا وقتی همکاری میکنه، ماکسیموم امتیاز ممکن رو به دست میاره. یعنی تو تمام دستا همکاری 3 امتیاز میگیره تا ابد. این میتونه نتیجه خیلی خوبی به دست بیاره. با آدمای مثلا ساده لوح هم نتیجه همونه، 600 امتیاز میگیره و راضیه، طرف مقابلش هم نتیجه میگیره. و حتی با این کینه ابدی ببینیم مثلا چطور میشه. با کینه ابدی هم نتیجه خیلی خوبی میگیره. حالا چند تا چیزی که تا الان بحثشون نکردیم، شرطی با همکاری شروع میکنن. اگر در دست قبل امتیاز خوبی گرفته باشد، همون حرکت رو تکرار میکنه، وگرنه تغییر میده. حالا بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا 600 میشه در مقابله با مثل. خب اما این شرطی اگه با کلاهبردار بازی کنه چی میشه؟ پاولوف 100 امتیاز میگیره. 100 تا همکاری میکنه، 100 تا خیانت.
خب خب این احتمالاً یه باگی داشته توی اه، تعریفش، مگه نباید این شکلی میشه. حالا این آشوبگر تصادفی هم خیلی جالبه، ما اصلا واقعا تو آدم هم داریم، یعنی مثلا آدمایی که اصلا مشخص نیست بر چه مبنایی رفتار میکنه. حالا کلاهبردارا رو میشه شناخت که مثلا کلا میخواد سوء استفاده کنه، اون کینه ای رو میشه فهمید، اون حتی ساده لوحو میشه فهمید، همه رو میشه فهمید. اما آشوبگره انگار تنها چیزی که درموش میشه فهمید اینه که خیلی قابل فهم نیست، یعنی رندوم عمل میکنه، کاملا تصادفی، انگار نه انگار که مثلا طرف مقابلش داره چیکار میکنه. حالا اینم باز جالبه، شاید دیده باشیم تو تعاملات، مثلا یه آدم میگه که نمیدونم چشه چرا اینجوری رفتار میکنه، من که الان باش کاری نکردم ولی یهو داره با من مثلا پرخاشگری میکنه، یا اینکه اصلا دیروز با من دعوا کرده امروز برام هدیه میاره، یعنی گیج میشی نمیفهمی چرا داره این کارو میکنه. حالا ببینیم این آشوبگره با بقیه وقتی که وارد تعامل میشه چه نتیجه میگیره. کلاهبردار، اول بیایم با بخشنده مهربان شروع کنیم. با بخشنده مهربان آشوبگر 568 امتیاز میگیره، یعنی خیلی امتیاز بالاییه، یعنی تقریبا همون 600 که بهترین حالت بود برای بسیاری از بازی ها. بخشنده مهربان 363 تا میگیره، نمیتونه خیلی از خودش محافظت کنه. حالا آشوبگر اگه بیاد با بی‌اعتماد بازی کنه چی میشه؟ 396. آشوبگر از بی‌اعتماد فرصت طلب هم حتی میتونه امتیاز بهتر بگیره، خیلی جالبه واقعا. یعنی شما اگه در مواجهه با اون کسی که فرصت طلبه شاید به صورت رندوم عمل کنی، میتونی از اون امتیاز بیشتری بگیری، چون انگار نمیتونی دستتو بخونه. حالا اینم خیلی شاید مثلا جالب باشه که چرا یه وقتی رفتار غیر قابل پیش بینی میتونه جواب بده، حالا چه تو سیاست چه تو روابط اجتماعی، واقعا میتونه دلش یه همچین چیزی باشه که جلوی فرصت طلبی رو میگیره. مقابله به مثل، این برای خودم واقعا خیلی جالب، ببینم چی میشه نتیجهش. جالب، خیلی جالب. مقابله به مثل انگار خنثی میکنه اون اه، آشوبگری رو. شما با کسی که مقابله مثل میکنه خیلی نمیتونی با این ابهامه جلو بری و امتیاز بگیری. کلاهبردار، کلاهبردار اگه بخوام حدس بزنم، کلاهبردار ممکنه نتیجه بهتری بگیره، نمیدونم. آره، کلاهبردار 580 تا آشوبگر 104 تا. خیلی کلاهبردارا نخواهید رفتار مبهم داشته باشه. کلاهبردار چیکار میکرده؟ تحت هیچ شرایطی همکاری نمیکنه و همیشه خیانت میکنه. آره خب دیگه مشخصه، این چون قراره همیشه خیانت کنه، همون تقریبا 50% همکاری آشوبگر رو تمام 5 امتیازش رو میگیره و خب نزدیک 600 امتیاز عملا گرفته دیگه. کلاهبر خب حالا باز این خیلی جالبه، یعنی اون کسی که همیشه قراره همکاری نکنه، همیشه قراره بزنه زیر میز، یه جاهایی تقریبا به اندازه اون کسی که کاملا همکاری کرده نتیجه به دست میاره. این خیلی جالبه، یعنی اه، اینکه همکاری کردن خوبه، باعث میشه ما بتونیم مثلا چیزی به دست بیاریم، خلق ثروت کنیم یا حالا هر چیز دیگه ای. اما از اون ور کلاهبرداری هم توی یه سری شرایط خاص واقعا میتونه همچین نتیجه داشته باشه. با ساده‌لوح اگه آشوبگر بخواد بازی کنه چی میشه؟ خب دیگه آشوبگر باز مشخصه دیگه، چون توی اون اه، تقریبا 100 تا دستی که خیانت میکنه، در برابر ساده‌لوحی که همیشه میخواد همکاری کنه 5 امتیاز میگیره و خیانتکار مثلا هیچی نمیگیره تو اون 100 تا دست. اه، دیگه کینه ابدی، آشوبگر، اینم واقعا سخته پیش بینیش. اوه، کینه ابدی جالبه، خیلی جالب. خب همکاری میکنه کینه ابدی، آشوبگر هم داره همکاری میکنه. عدم همکاری که شروع بشه دیگه تا ابد این داره عدم همکاری میزنه، اصلا نمیتونه ببخشش. ولی چون اون آشوبگره بالاخره رندوم یه چند تا همکاری هم بینش هست، یعنی 50% مواردش قراره خود به خود تحت هر شرایطی همکاری باشه، این کینه ابدی اینجا امتیاز میگیره. باز اینم خیلی جالبه، یعنی کینه که مثلا ما انقدر میگیم ویژگی بدیه، باعث میشه اینم زندگی آدم بسوزه، آدم آسیب ببینه اینا، اینم یه وقتایی اتفاقا اینجوری میشه، یعنی شما میتونید نتیجه بگیری
کینه‌ای بودنه. البته هیچ کدوم به معنای اینکه بخوایم تایید کنیم این صفاتو نیست، ولی میخوام بگم که تبیین اینه که چرا اصلا این ویژگی‌ها باقی میمونن. حالا بیام یه آشوبگر با آشوبگر، یه دو تا آدمی که اصلا خودشون هم نمیدونن دارن چیکار میکنن و طرف مقابلشون هم نمیتونن بفهمن داره چیکار میکنه، این دو تا اگه با هم تعامل کنن چی میشه؟ خب اینا یه ذره رندومه امتیازشون، این خیلی قابل چیز نیست، قابل اتکا نیست. احتمالاً اگه دوباره تکرارش کنیم شاید تغییر کنه. خب 424 تا یکیش کرده 461. آره اینا هر دفعه تغییر میکنه، چون یه ذره اون غیر قابل پیش بینی بودن توی رفتارشون هست، ولی بقیه‌شون نه، چون یه قاعده خاص دارن دیگه تغییر نمیکنه. تو تقریبا با هم برابرن و از اینکه دو نفر با هم همکاری کنن نتیجهشون کمتره، ولی از خیلی حالتهای دیگه بهتره. مثلا از رابطه یک آدم ساده و با کلاهبردار خیلی نتیجه بهتری میگیرن هر دوش. خب امیدوارم که یه ذره این حالا شبیه سازی یا این بازی که با نظریه بازی ها ساخته شده بود بتونه براتون تونسته باشه یه سری چیزا رو شفافتر و روشن‌تر کنه و یه سری مسائل تو ذهنتون تبیین شده باشه و مرسی که همراه من بودید.